اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. عزیزان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروز برنامه ما حشر و میدان حشر است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره کهف آیت 47 می فرمایند که و حشرناهم و حشر میکنیم تمامی مخلوقات را، فلم نغادر منهم احدا، هیچ یک از اونها را ترک نمیکنیم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که یحشر الناس، میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که یحشر الناس یوم القیامت، مردم حشر میشن در روز قیامت، حفاتا عراتا غرلا. حفات پا برهنه، عرات جسم برهنه، و غرلا و ناختنه شده به مشکلی که طفل نو تولد میشه، به مشکل اینا حشر میشن. قلت یا رسول الله، ام المؤمنین مادر ما شما و مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که من گفتم که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الرجال و النساء جمیعا ینظر بعضهم الی بعض، میگه من گفتم که مردها و خانمها همهشان و یکی به طرف دیگر نظر میکنن. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا عایشه، الامر اشد من ان یهمهم ذلک، وضعیت بسیار شدیدتر و سختتر است که این چیزها بر از اونا مهم باشه که یکی به طرف دیگر نظر کنن. وضعیت بسیار خطرناک می باشه. در روز محشر چی گپ ها میشه و چی حادثات می باشه و انسان ها در چی حالات قرار می داشته باشه، دانستن هر کدام از این برای یک انسان مسلمان از نگاه عقیدتی بسیار مهم است، تا انسان همه قسم که برای زندگی دنیای خود آمادگی داره به زندگی روز قیامت و در محشر هم آمادگی داشته باشه. عن المقداد رضی الله عنه، مقداد رضی الله عنه میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که یقول، میگفتن تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، آفتاب نزدیک میشه به مخلوقات، حتی تکون منهم که مقدار میل، میگه تا ای که به اندازه 1 میل میشه. قال سلیم ابن عامر الراوی، سلیم ابن عامر الراوی میگه که از مقداد، فوالله ما ادری ما یعنی بالمیل، قسم به الله است که من نمیفهم که منظور از میل چقدر بود. اما مسافت الارض، آیا به مسافه زمین هست؟ ام المیل الذی تکتحل به العین، دو قسم میل است. یکی میل است که زمین ها را 1 میل 2 میل 3 میل میگن، آیا به می اندازه آفتاب نزدیک میشه، و یا میل دیگه که میلچوب ما شما میگیم که توسط چشم خدا سرما میکنه، او را هم میل میگن. میگم من نمیفهم که آیا میل که زمین است و یا این میلچوبه که در چشم است با کدام اندازه هست، یعنی به این اندازه آفتاب به انسان ها نزدیک می باشه. فیکون الناس علی قدر اعمالهم، انسان ها به اندازه اعمالشان در چی می باشن؟ فی العرق، در عرق غرق می باشن. فمنهم من یکون الی کعبیه، بعضی کسا هستن که تا بجلک های پا، شتالنگ ها و بجلک ها
در عرق غرق می باشند. و منهم من یکون الی رکبتیه، و بعضی ها در عرق غرق می باشند تا به زانوهایشان. و منهم من یکون الی حقویه، بعضی ها تا شکمهایشان. و منهم من یلجمه العرق، و بعضی ها عرق اونا را چی میکنه؟ لگام انداخته می باشه، الجامن. و اشار رسول الله صلی الله علیه و بیده الی فیه، و رسول الله صلی الله علیه و میگه به دستشان اشاره کردن به زبانشان. یعنی بعضی ها تا وجلک، بعضی ها تا زانو در عرق خود غرق می باشند، و بعضی ها تا صدر و سینه و شکم، و بعضی ها هم تا دانشان در عرق غرق می باشند. شما تصور کنین عرق های گندیده که از کافرها، بیدینا، اشخاص مختلف در اونجا می باشن، در یک گنداب غرق می باشن در روز قیامت. ای هر کسی به اندازه عمل خود، پس عمل خود انسان است که وضعیتش در روز قیامت تعیین میکنه. در حدیث شریف دیگه هست که خوشخبری هست به بسیاری از اشخاصی که در روز قیامت می باشند که از این سختی ها نجات پیدا میکنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که سبعة یظلهم الله تعالی فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه مردم هستند که اینا در روز قیامت در زیر سایه یظلهم الله فی ظله، تحت سایه رحمت خود الله اونا را قرار میده که در او روز سایه نمی باشه بغیر سایه او. این 7 طایفه کدام مردم ها هستند که از این عذاب ها، از آفتابی که به اندازه 1 میل به سر نزدیک است، و وقتی که آفتاب بسیار نزدیک شود انسان عرق میکنه، و عرق به اندازه میشه که بعضی ها آنقدر آفتاب به سرش نزدیک می باشه که عرقای خودش تا به بجلک پاش میرسه، و گاهی عرقش به زانوش میرسه، گاهی عرقش به سینهش میرسه، و بعضی ها هستن که عرقشان تا به دهانشان میرسه، غرق می باشن از است گرمی و وضعیت خراب، سختی. اما 7 طایفه مردم هستن که در کرسی های آرام نشسته اند به زیر سایه رحمت الهی سبحانه و تعالی. از این 7 طایفه کدامش است و ما کدام یکی از اینا هستیم؟ انسان هوشیار سر از این مسئله فکر میکنه و خود در جمله از اینا قرار میده. اول رسول الله صلی الله علیه و میگه که امام عادل، وقتی که رهبری باشه که او عادل باشه، عدالت در نظر میگیره در تمام احکامی که حکم میکنه، عادلانه حکم میکنه. دومش شاب نشأ فی عبادت الله، خوشا به حال جوانایی که در جوانی در عبادت الله اینا نشأت کردن. سوم طایفیشون و رجل قلبه معلق بالمساجد، کسی است که قلبش به مسجد معلق می باشه، همیشه تقسیم اوقات 5 وقتی مسجد پیشش است و به جماعت همیشه اشتراک میکنه. و رجلان تحابا فی الله، و 2 شخصی هستند که یکی دیگه خود به خاطر الله دوست دارن. اجتمع علیه و تفرق علیه، به خاطر رضایت الله با هم یک جای میشن و به خاطر رضایت الله از هم جدا میشن. و رجل، و شخص دیگه است که دعته امرأة ذات منصب و جمال، که یک خانمی که صاحب منصب و جمال است دعوت میکنه به طرف زنا، فقال اینی اخاف الله، میگه من از الله میترسم. و رجل تصدق بصدقه، و شخصی که صدقه میکنه به یک صدقه، فاخفاها، پس اون مخفی میکنه، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، که این نمیفهمه دست چپش شمالش که دست راستش چی صدقه داده، یعنی در صدقه خود ریاکاری نمیکنه، خاموش پشت خانه فقیر و مسکین میره و برش کمک میکنه. و هفتمی کسی است که رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، که در حالتی که تنها هست الله را به یاد میاره، هیچ کس همراهش نیست، تنها هست و قطرات اشک از چشمایش جاری میشه.
در روز محشر شفاعت هم هست، یکی شفاعت صغرا هست و یکی هم شفاعت کبرا هست. شفاعت ها باید ما و شما بشناسیم که یکی شفاعت طلبی در دنیا می باشه که شفاعت جایز است، که مثلا یک کسی پیش یک کسی که صاحب قدرت میره و برای یک کسی که توانایی نداره در یک کار، شما میرین پیش یک رئیسی که او میتونه برای یک کس کار بده، شما را میشناسه، برای یک غریب بیچاره که صاحب کار نیست برش کار پیدا میکنی. شفاعت جایز است. من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، سوره نساء آیت 85 است. و قسم دوم شفاعت حرام و ناجایز است که در یک حد از حدود الله کسی شفاعت میکنه. مثلا کسی میخواه که پیش امو رهبریت به خاطر عدم تطبیق بالای از اون نفر حد تطبیق میشه و این میخواه که شفاعت بکنه. و قسم سوم شفاعت شرکی و کفرآمیز است که بسیاری از مشرکین و بیدین ها و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفاعنا عند الله. این شفاعت دنیای شرکی هست که یک نفر میره به کدام صنم یا وثن، به کدام بت و یا به کدام قبر و در مقابل از او رکوع و سجده و نذر و قربانی و عبادت و ذبح حیوان میکنه، عبادت بر از اونا انجام میتن. وقتی از پیشان پرسون شدن یعنی اینا عبادت میکنن من دون الله را، عبادت را که باید به الله انجام بدن بر از اونا انجام میدن. و باز چی میگن؟ و میگن که هؤلاء شفاعنا، این شفاعت گرای ما هستن، اینا شفاعت ما را میکنن. نوع دوم شفاعت در آخرت است. شفاعتی که در آخرت است یکی شفاعت منفی چی است؟ شفاعت منفی ناجایز است که این شفاعت از غیر الله طلب میشه. یعنی در شفاعت روز قیامت از غیر الله این شفاعت طلب میشه. قل، الله میگه قل بگو برشان که لله الشفاعت جمیعا، تمامی شفاعت برای الله هست، له ملک السماوات والارض. و قسم دوم که شفاعت برای کسی که مستحق نباشه، مثلا کسی شفاعت کافر یا شفاعت مشرک یا منافق یا مرتد بکنه، این دو شفاعت در آخرت نمیشه. یعنی از غیر الله را میخواد که شفاعت بخواه، چون شفاعت مخصوص الله هست، برای هر کسی که اجازه داد باز او شفاعت کرده میتونه، حق الله هست، اما مخلوق نمیتونه. حتی پیغمبرها بدون اجازه الله شفاعت کرده نمیتونن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کس نمیتونه پیش الله شفاعت بکنه مگر به اجازه الله. و یا ای که اگر کس بخواد در روز قیامت شفاعت برای کافر و مرتد، برای اونها شفاعت در روز قیامت نیست. برای یک مشرکی که غیر الله را عبادت کرده، برای او هیچ کس شفاعت کرده در روز قیامت نمیتونه. فما تنفعهم شفاعت الشافین، الله صراحتا میگه که برای اونها، برای مشرک، برای منافق، برای کافر، برای مرتد، برای بیدین، او انسانی که ملحد است و کافر است و مشرک است، در شرکیات مبتلا هست، باز او را پیغمبرها هم شفاعت کرده نمیتونن. شکل سوم شفاعت طلبیدن از کسی که حق شفاعت نداشته باشه. یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. یعنی وقتی که اونا شفاعت میخوایم فلانی بت بر ما شفاعت بکنه یا فلانی شخص بر ما شفاعت بکنه، اینجا میگه فایده نمیکنه شفاعت الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که بر از او الله اجازه داده باشه که بر شفاعت بکنین. پس هر کسی را که ما شما فکر میکنیم شفاعت کرده میتونه، هر کس نمیتونه مگر کسی را که الله بر از چی و رضی له قولا، و الله راضی باشه که او سخن بگویه و شفاعت بکنه. قسم دوم شفاعت مثبت و جایز است. شفاعت مثبت و جایز دو شرط داره. شرط اولش است که از الله طلب گردد. ما و شما میگیم که یا الله برای ما شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب کن. پس منتظر از این هستیم میگیم که الله برای ما شفاعت پیغمبرش نصیب بکنه. برای اولادهای خود وقتی که فوت میکنن در صغر دعا میکنیم اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا اجرا و ذخرا
و اجعله لنا شافعا و مشفعا. پس اولاد یا شهدا یا مثلا علما یا کسایی که هستن، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، دیگه شرط اولش است که از الله طلب شود که پروردگار شفاعت مرا مستحق شفاعت بگردان. و شرط دوم برای کسی باشد که برای شفاعت قبول میگردد، یعنی انسان شفاعت از الله بخواهد. و دوم شفاعت برای کسی میشه که اونا مستحق شفاعت باشه. آیا ما مستحق شفاعت هستیم؟ یک نفر در شرک مبتلا هست، میره پیش قبر سجده میکنه و میگه باز این شفاعت مرا میکنه. نه، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، و شفاعت نمیکنن مگر برای کسانی که خالق متعال از او راضی باشه. وقتی که الله از یک کسی راضی بود و او را برش مستحق شفاعت بود، الله برای پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین چی میده؟ اجازه میده که برای اونا شفاعت بکنه. پس ما باید خود کار بکنیم که مستحق شفاعت باشیم. و مستحق شفاعت در روز قیامت موحدین هستن، یعنی کسی که با عقیده توحید از دنیا رفتن، در ذات شرک ناوردن، در صفات شرک ناوردن، در افعال شرک ناوردن، در عبادت الله شرک ناوردن، کسی را شریک نکردن، و در اطاعت از شریعت الله شرک ناوردن. موحد است، یک تا پرست از این 5 بخش، این کسی را با الله شریک نکرده. پس این مستحق شفاعت میشه در روز قیامت. این حال این شفاعت ها که شفاعت های مثبت که است، تقریبا شفاعت مثبتی که در روز آخرت است، این تقریبا 6 قسم داره. قسم اولش شفاعت عظما هست. شفاعت عظما هست که مقام محمود میگن، که برای مردمی که در روز قیامت استاده هستن و توقف مردم در روز قیامت بسیار زیاد میشه. مردم میرن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیش پیغمبر ها میرن، پیش آدم علیه السلام، پیش نوح علیه السلام، پیش از اینا، و بالاخره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میان و رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت عظما را میکنه در میدان حشر. حدیث طویل در این باره آمده است. قسم دوم شفاعت مثبت، شفاعت برای اهل جنت است. این شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به عموم مؤمنان است که از خالق متعال میخواه که اونا به جنت داخل شوند. یعنی شفاعت عظمای اولی که حساب و میزان شروع شود برشان، شفاعت دوم که مؤمنین به جنت داخل شوند، شفاعت سوم برای بعضی از جنتی ها که درجاتشان بلند شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه یا مثلا چون که شفاعت درجه از اینا بلند شود. قسم چهارم شفاعت است که برای کاکایش که او را حداقل عذابش را تخفیف کنه، یعنی از دوزخ خارج نمیشه، او را خارج کرده نمیتونه شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما عذابش تخفیف میشه. قسم پنجم شفاعت برای مستحقان دوزخ از اهل توحید است، یعنی یک تعداد مردم هستن اهل توحید هستن، گناه کردن، اشتباه کردن، یا مستحق چند روز میشن که چند وقت یا چند ثانیه یا چند دقیقه در دوزخ برن. الله سبحانه و تعالی ذات رحمان رحیم است، امی بنده مؤمن یکتا پرست خدا نمیخواد به دوزخ ببره و برای پیغمبر و برای نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین یک رتبه هم میته. پس اجازه میته برای اونها که برای زمین بنده موحده که به اساس گناهایی کرده مستحق چند وقت در دوزخ است برای شفاعت بکنین. پس رسول الله صلی الله علیه و و یا مثلا هر کسی که برش اجازه داده میشه باز شفاعت میکنن که پروردگار امی مدت کم به دوزخ برده نشه. و قسم ششم شفاعت است که بر اهل توحید است که اینا به دوزخ نرن، از دوزخ خارج شون و چی شون؟ یک تعداد اهل توحید هستن که در دوزخ رفتن، ولی آل شفاعت میشه که الله اونا را از امی عذاب دوزخ نجات بده. این دو قسم اخیر شفاعت که است، ای باز مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، ای باز ای برای نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین و دیگرها هم هست که یکی که مؤمن موحد هیچ به دوزخ نره، کم مدت داره که باید بره،
شفاعت میشه که امین نره. و یک تعداد دیگه که در دوزخ رفتن لکن پس از دوزخ مدتشان هنوز دوامدار است که هم خارج شوند، چون بالاخره انسان مؤمن موحد بالاخره به جنت میره لکن عذاب خدا در دوزخ میبینن، لکن به اساس شفاعت میشه که همین تخفیف شوه و زودتر به جنت بره. دوستان عزیز، ان شاء الله تعالی آنچه در محشر دیگه چی گپ ها میگذره ایده باز در برنامه بعدی خدمت شما دوستا تقدیم میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك